کودک درجا کاتون زدی بک میدم آم. سلام. سلام بر آقای بیجیف، خوبی؟ چطوری داشت خوبی؟ دوش ما هم میخوام یه رباتی رو تست کنم. خب خب میخوام ببینم اجازهشو میدی یا نه داخل ربات لایف. چیه؟ ربات یکی از بچه همونه. رو اکانت من نداداش، اکانت رو خودم اکانت نیست. تو نه، اکانت تو نه. کنه کلا اکانت خودم نیست، ولش کن. مطمئنی؟ آره. داشتی تست کردم، ببخشید. بعد میگین بچه چرا من فوش میدم؟ فایش نیده به چیز گیریه. شما این همه ملت اسکا گرفتی، ما هم اسکا میگیریم. نه خب داداش، من باید فیلیو ببندم دوباره بیام داخل. آره شاید. تو آدم شرمنده. شرمنده. بیشوره بچه ها، عوضیه دیگه. آره بچه خودتون میدونین حرومی همینه بچه. درست هم میگه، ایسکاگیری درست قشنگی بود. میگم رباتو نزن، رباترم میزنم. الان من میخواد بره ویدیو کنه که بیجیف رو ایسکو کردن. حالا این کاری کرد ما فیلیمون بالا نیاد، بعد میگه چرا فوش میدی؟ خب نگو چرا فوشم میدی، به خدا ویدیو کنی ویدیوت میکنن، دلیلش هم میذارم. تو در مورد من حاشیه بذاری، من در مورد تو حاشیه بذارم، ویو میاره، برام من مهم نیست، میذارم.